قصابای آلمانی یه سوسیس 161 متری درست کردن. تو رومانیا آشپزاش یه سوسیس 392 متری پختن. تو کانادا یه سوسیس 46 کیلومتری درست کردن. یعنی من ارزه درست کردن یه سوسیس به اندازه اینا ندارم. نمیتونم رکورد اینا رو بزنم. چرا که نه ایرانی چیش کمتره. خوش اومدید به آشپزخونه حدادی. امروز قراره طولانی ترین سوسیسی که یه تک دیدید رو درست بکنیم با هم دیگه. فکر نکنم بتونیم رکوردمون رو بزنیم، ولی حداقلش اینه که میتونیم رکورد یوتیوب فارسی رو بزنیم، چون من کسی رو ندیدم که ساندویچ سوسیس درست بکنه سوسیسش یه تک باشه نه تیکه تیکه. ساندویچ بزرگ داشتیم ولی سوسیس بزرگ نداشتیم. مواد مورد نیاز: تخته گوش، یه دونه مرغ اول من تیکه تیکه‌اش کنیم، رون سینه‌شو درست بکنیم همونطور که مشخصه. من تنهام امروز، هیچکس همراه هم نیست. قراره که تنهایی ساندویچ رو درست کنم و بخورم. هیچ یار و یاوری ندارم، هیچ همدمی ندارم. واقعا سخته این ویدیوی 13 روزه. خیلی فشار داره میاره دیگه. اونجایی که من ادیتورم نیاز نیستش 2 ساعت اینو تیکش کنی، اینو جدا کنی، اونو پاک کنی، اینو نه. از هیچ کدوم نیاز به اینا نیستش. با یه حرکت بیا جلو بهت نشون دادم چجوری. شما مرغو این شکلی برمی‌داری. خب ما مرغو اینجوری تیکه تیکش کردیم، رون و سینه است، استخوناش هم در آوردیم. مرحله بعدی چیه؟ بچه اون مرغو با سیر رو بریز توی این میکسر. خب چند دقیقه کار بکنه تا بعد بهت بگم. خب این از مرغ، اینو اندازم این تو دیگه. سفته پدر من. خب این چه مرغ سفت. یواش بچه. بلدم. دستاتم که شستی قبلش. شسته است. چقدر سفته. خب پدر من. باید همینجوری باشه. باید نیمه منجمد باشه که خوب میکس بشه. بس انقدر. بس. سیر میدونی چیه؟ سیر میدونم چیه. از این طرف سیر بردار بنداز تو. بده این سیر همشو کم کم حالا بریز. واسه تو دونستی کم کم. کار خوبی کردی. کم ریخت. بزنم. برو بعد. شد. خیلی خوب. اونایی که الان توش هستش بریز توی یه ظرف دیگه. خب مراقب باش مثل همیشه نشه. این ظرف من کی ظرف شیکونم پدر. این از این. از دست استفاده کن. دست استفاده می‌کنم. خب یه بار دیگه محکمه بکن با مرغای جدید. الان قاطی کنم. این توش رفت. فوت هم میتونی بکنی. ما که نمیخوریم اونها. میخوای فوت کنی فوت کن. 1 2 3 ترکش داشت. حالا تو که انقدر خلاقی همونو بخور. خب برو بیا ریختم بدار. این بس پدر من برای اون همه خیلی 2 متر سوسیس بس. وقت تخم مرغ چیکارش باید بکنی تخم مرغ؟ چیکار بکن تو خورو؟ خودت فکر می‌کنی چیکار کنیم؟ بزنیم تو این دیگه. بعد بزنیم اون تو همش هم بخوره. بزنیم تو این هم بزنیم. آره. یه کاسه بردار بریز تو کاسه. همین این تو میخوای اینجوریش کنیم اینجوری باز کنیم. نه اون دیگه سیمان میشه. بریز تو میکسر بچه نصفیشو. خب این اسمش. آره. این تخم مرغ هم بهش اضافه کن. کلشو بزنم. خب خیلی قشنگ زدی. خب چیکار کنم برای اینو؟ چقدر بد شدین. همش نصف تخم مرغ باید بریز تو میکسر. چجوری نصف تخم مرغ بریزم تو؟ کجا میاره؟ یه خستم کردی بچه. نصف این تخم مرغ بریزیم تو. اون انگشت. بیا تو بریزون تو. بریزون تو اینم چیکار کنم؟ کاری نداره که. بریزون تو. نصفشو بریزون تو. نصفشو. بریز دیگه نصفشو الان بریزون تو. نصفشو چجوری بریزیم تو؟ خب چجوری بریزون تو الان نصفش این توه اصلا. اگه نصفش که این توه اینجاست. اینه که نمیتونیم بریزیم این تو. مجبوریم اینو بریزیم این تو. خب اونو بریزون تو اونم باید بریزی این تو. اینو بریزیم. خب چجوری خب دو بریزی تو این هم بزنی دوباره. اونو بعدا یه فکری بالش بکن. چه فکری؟ فعلا این مرحله رو برو. الان چیکار بکنم؟ اینو بریزیم تو. اینو بریزم این تو؟ آره. به نظر خودت چی رو منظورم چی هستش؟ خب بیا این تو. اینم بریزم اون تو. آره. بذار تخم مرغش کنم قشنگ اینجا. من مثلا ایده دارم. وایسا صبر. ببین. ایده برنده. اینو میذاریم اینجا. اگر حالا این پوست تخم مرغ از دست من کنده شد. اینو میذاریم دیگه اونو بخواه کنار تو دوربین معلوم شه. وای بکردم بزنیم ثبت نمیشه جای با این کثافت. 2 کیلو فقط باکتری و چرک بشه. ورزش بده. تو ورزش بده. من دستم تمیز نیست. دستم تو الان دیگه همه میکروبا رفته اون کارای سخت و فقط دی ان ای من و تو یکی ها. میدونی یکی لب بگیری خب دی ان ای 30 روز تو بدنته. من نمیدونم راجع به چی صحبت میکنه. فعلا این نصفش بریزیم تو. تا رو لب گرفتی؟
لب سیری بوی سیرم میده. خب شد زبونت نگرفت. گفتی حالا چیکار کردی؟ لب گرفتی؟ چون؟ خب این تو. خب من دستم کثیفه. تو بگیر بزن. خب حالا باید بهش یخ بزنیم. یخ خرد شده. یخ برو بیار من دستم کثیف. برو بیار. خب یخ. یخ خرد شده. برید همشو بریزی. نه دیگه نصفش هم برامون دیگه. بریز دیگه حالا. بچه من آشپزم یا تو آشپزی؟ این یخ فوت کاره ها. من نمیدونم چنل منه یا چنل اینه پا شده اومده تو. بریزیم تو بچه حرف نزن. تو برای چی اومدی تو؟ بریزیم تو دارم کمکت میکنم. چنل منه برای چی تو اومدی تو؟ یعنی تازه عمل اومده اینجوری میچسبه به دست یعنی درست شده. این دیگه خیلی داره. بچه بافت اینو بیاد ببینی. بافت این با بافت این مقایسه‌اش کنیم. ای کار کرده. اب نداره از اون تو بندازیم. خب این از این. اصلا کامل. بازم دوره نصفشو بریزیم تو. من الان نصفشو در آوردم. خب این دیگه راز کار همینه. اول اینو بذار من کمکت کنم. خب نصف اینو. دیدی میخوام چیکار کنم بچه؟ چی؟ آردو با خورده نشسته رو میخوام توش اضافه کنم. آردو نشسته؟ باید خوب اینا با هم مخلوط بشن. بچه اینقدر پررو من ندیده بودم. این نصفشو بز من برم صورتمو بشورم. بچه به این گستاخی ندیده بودم تا کنون. یادگاه کتابی داریم. چیکار کنم حالا اینو؟ اون نصف دیگه رو بریزیم تو. نصف دیگه. نصف دیگه. اون نصف دیگه را. چیکار بکنم حالا من؟ بقیه رو بریزیم تو. بقیه‌اش خب. خب این نصف دیگه‌اش. بریزیم تو آرد بهش بزنم. دست تو خورده بهش گربه به قول زدیم. خیلی هم تمید. برو ببینم ما که داریم میبینیم حالمون داره به هم میخوره. حالا دیگه چی قرار بشه؟ نمیدونم. خب برو. برم؟ آره اینو بریزیم تو. اینو بریزمت. به نظر خود کدوم باید بریزیم؟ نه گفتی برو بعدم برم. باش من داره چندش هم میشه دیگه. حالا اگه تو داری میکنی. هیچ نیست که بچه از این استفاده کن. این چیه دیگه؟ یا جمعش کن. این من کیکه ها. نه دیگه. بیا کارو بگی. حالا ادویه رو باید بهش مخلوط کنیم. حالا ادویه رو داشت بزنیم. ادویه رو باید بهش بزنیم. یه بار دیگه. خب حالا وقت چیه و ادویه. یه جمله رو دارم بهت میگم بگو ادویه رو باش ادویه بزنیم. خب حالا بهش ادویه بزن. خب بزن. چیکارش کنیم؟ ادویه بزن دیگه. ادویه رو به نظر تو این بزنیم. اینو بریزیم این تو ادویه رو تو این بزنیم. اینو بریزیم اون تو ادویه رو تو اون بزنیم. بزن. باشه اینو از این ابزارم استفاده کن. من نصف سوسیس رو به دستات چسبیده. نیم مترش به دستامه. خب ادویه ادویه که به دوستات گفتی قبلش چی هست؟ دوستان کیه؟ ادویه رو بهش بزن. ادویه چی هست ادویه؟ ادویه رو گفتی دیگه قبلا. کی بود؟ کجا گفتم؟ خب ادویه رو میزنیم. بزن. خب خوب همش بزن. اینم بزن. ای بابا چی بود میخواد بابا؟ وای ای بابا من دارم طبیعیش میبرم این. اصلا طبیعی. برو. خوب همش بزن. خب این چیه بابا جان؟ میخک. تو کی کلمه بابا جان رو استفاده کردی تو چی دیالوگا؟ باید بگم بعد؟ تو هیچ به من یه دونه که بابا جان نگفتی. خوب همش بزن. خب زدم دیگه بس. بابا اینم بریز. ای وای میخوای یادم. خب خوب همش بزن. زدم دیگه بسشه. بابا اینم بریز. من دیگه نمیدونم چیکار کنم. بیا ویدیو کلش پای صحنه است. خب خوب همش زدی؟ آره بریم من رو بعدی. بابا اینم بریز. خب ادویه رو یادم رفت. خب خوب همش بزن.
بریز تموم شه. خب میخواد یه قاشق بود 3-4 تا قاشق زدیم. اب نداره دیگه. خب بار اولت اب نداره. تکونش بده. خوب تکونش بده. آره خوبه. مثلا یه سوال ازت میپرسم حقیقتش رو بگو. بگو پدر. اهل دود دادن که نیستی؟ خیر. حالا یه 2 قطره دود بهش اضافه میکنی. 2 قطره اینو زیاد نزنی ها. بزن سرش. من هول بده. آره بزن. آها بس. بو نکن، بو دوده دیگه. این ماهی دودیه. بو اگزوز میده. اینجاهایی اصلا دیگه داره میسوزه، نه از چیه ولی تمیز شده. اصلا اون قسمت دست سفیدتر شده. اینا رو نمیتونم گوش کنی. خوراکمه. برو. خب بریم. حالا چیکارش باید بکنه؟ یه پیشنهاد بدم. بده. من همینو کتلتش کن. تو خورد بزنیم توش، تو خوقم داره میشه. سرخش کنیم تمام بشه بره. اگه دوست دارید. وقت چیکارش باید کنیم؟ اینو میخوایم بکنیم تو کاورش دیگه. کاور؟ من دست کم گرفتی؟ فیلم صدا سیما سیناریوش خیلی از این قوی تره. بریم من دست بشورم نشون میدم کاور چیه. حاجی پا رو بگیر ناموسم. این چیه؟ کاور سوسیسه. سوسیس دیگه قراره بزرگترین سوسیس رو درست کنیم دیگه. به نظر چقدره؟ این چقدره یا این چقدره؟ اون میزه چون خودم ساختم میدونم. چقدره؟ 12. بگیر آقا. بیار اینجا بگیر. 2.20 یا 2. چنده؟ 2.20. 2.20. نه دیگه گفتی 9 دیگه. تو این کارش نیستی. سوسیس 2.20 یعنی میخوای به ما بدی بخوریم. 2.20. اینم 2.20 خودم بزرگتر میگیریم که چرا قیچی تو جیبت داری تو؟ دیگه همه چی تو جیب من هست، تو که سابقه منو میدونی. اینم یه خورده بیشتر کردیم که حلال باشه. کارا سوسیس 2 متری دیده بودی؟ نه. قراره با هم ببینیم. پر میشه این تو این؟ حالا کارهای تو من نمیدونم. این کمه ها. چجوری میخوام پو بگو. یه حرکت بزنم. بگو پو جون همیشه با دهن کار در میادش، یعنی هر کاری میتونی بکنی. حالا بریزیم تو. بریزم تو. نگفتی یا چی بگم؟ بگو پو. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. بگو پو. من گفتم شما بگو پو. برو دنبال کارت. بگو یه بگو پو. نه پو. برو بچه، برو من باباتم. بریزیم تو. نه اونجوری که نمیره که. اینجوری نمیره اون تو. شاید از جرش بدی. نه چیو جلش بدی؟ از اون تو رد. خب اینم از این تو رد نمیشه که. برو با انگشت تو رو. با انگشت که هر کاری که میشه کرد. بیا. اینو که الان نمیشه اینجور کرد که. تو بازم نمیشه کرد که. با انگشت این یه کارم نمیشه. میخوام بریم سراغ جیب جادویی. جیب جادویی چقدر؟ این چیه دیگه؟ برو بریزیم تو. بیا بستش. آره بستش. بریم سراغ کتلت. برو سراغشو بیار. سراغش توش. برو بکن توش. برو. نه گیر کرد. نه دیگه پدرم. برو داره میاد. از آخرین فوتیجی که دیدید بالای 36 ساعت میگذره، 1 روز و نیم. این سوسیس تو یخچال بود که آماده بشه و سفت بشه و حاصلش میدونی چی شد؟ و حاصلش شد این سوسیس 2.5 متری ما که بگیر که آب رفت. سوسیس 2 متری ما که الان فقط باید بپزیمش. صبر چی تو بابا؟ صبر کنید. من رو مثلا تو ادیت یه سیاه‌چالی بیاد. چی الان؟ سیاه‌چال. من از دنیای دیگه ای آمدم. من اومدم
چی اومدم؟ چی اومدی تو اصلا؟ وقتی که بحث غذا میشه به ما سیرابی و نمیدونم آناناس تو گوجه برنج تو کافا بود چی بودون به ما اونا بدید راوا بعد اگه ویدیوشو ندیدید میذارم این بالا ببینید. سوسیس که میرسه به ما نمیدی من از سیاه‌چاله دیدم اینو دیدی؟ این اون برش تو سیاه‌چاله بود آقا بلنده تو سیاه‌چاله راست میگی. من اگه گفتی چرا بابامو اینجا آوردم چون ساندویچاش خوشمزه است. چون چرا آقای چون چرا نظرت چیه؟ خوبه بریم بخوریم بپزیمش بگیر سرشو بگیر بپز چجوری؟ فقط از منفی بگیرید هر چی بپز شما آشپزی ها بدید آخه من تا حالا 2 متری نپختم اولین بار همیشه میگن یا توی یه کاری اولین باش یا توی یه کاری بهترین باش قابلمه نداریم که 2 متری میگن چند تا قابلمه بذار از اینجا میاد اینجوری میپزیمش میره دور بر میگردونش این حالا میشه آخه میخوای اصلا بازش کنیم ببینیم چه شکلیه بازش کن اسیدش نکن آقا ببینیم این چه شکلی شده اصلا با آنباکسش کنیم چی کنی؟ آنباکس یعنی چی؟ بازش کنیم اینو بگی آنباکس یعنی چی؟ بازش کنیم اینو کجا یاد گرفتی؟ از تو فیلم ها دیگه وای چقدر سفیده چیز بوده ژرمن چی بود گربش پرشین بوده قشنگ سوسیس شده خب باید چیز موز باشه تو نخندی که پشت وای چقدر زشته شبیه؟ این الان جد داره یه بار دیگه بگو چی میدونم گفتی الان دو میشه چیکارش کنم بخورن اینو؟ قیچی بچه ها قیچی سال 1994 اختراع شد مردم قبل از اون وای خیلیش مونده هنو به نصفش هم نرسیدیم این که شکست اصلا یه تیکش که هیچ خب میخوای از این بر بریم حالا بوی زیادی می بزن عزیزم دستات نلرزه تیغ اول خب اگه گفتی این شبیه چیه؟ چجوری اینو باید سرخش کنیم؟ چقدر خیسه یه هفته است فکر کنم از شوره خب چیکارش کنم الان اینو؟ قیمش کن نمیخوای تیکه بپزی؟ نه دیگه این الان تا من یه تیکش اونجا جر خورده ولی دیگه اینجوری در اومد آخر باید تیکش کنیم ما نمیخوایم تیکش کنیم عزیزم دستات نلرزه تیغ آخر رو بزن برو تیغو بزن اینو بزنم برو اولی برو تیغ اول رو زدیم حالا ترفند من از این بر برو ببین این چون اینجا ترک خورده اینو بریم این اینجا ترک خورده اینو بریم حالا بقیه‌اش بیاد اول میبینیم که این چقدر 3 تاشو میخوام 3 تاش این دومیش این چی؟ نه سوسیس سوسیس مرغ سوسیس گوش نی ولی سوسیس بچه حتما یک هفته دستشویی یه دونه گوشی این بغلتون بذاریم 115 رو بگیریم 115 ماله آره و 115 رو بگیریم که آژانس بدونیم آژانس برای مرگ خب دوستان ما دوباره برنامه قارچ کنجون داریم ابتدا قدم اولی که انجام میدیم اینه که اون داره حرف میزنه نه من رفته اون فیلم بردار رو نام کن این بره اون میزنه در ویدیوهای قبلی یک صحبتی با یک دوستی شد در مورد پوستکنی اگر ندیدید میذارم این بالا لینک قارچ پوستکنی قارچ خب و دوستان میگفتم کی قارچ رو پوست میکنه قارچ نه ما هممون قارچ رو پوست میکنیم شما در هر محفلی بری بگی من قارچ پوست میکنم میذارم این بالای محفل کارو بگیر وای کارو بگیر سوسیس رو بگیر این بچه‌شه بچه چیه؟ بچه این وای کارو بگیر بچه‌شو بگیر وای نظرت چیه راجع به این ویدیو؟ دیوانگی بابا من نمیدونم میافتم اینا من تو هیچ ویدیو این چنل منه تو هیچ کدوم ویدیو نیستم
عجیبه واقعا. نفر یه چاقو داریم چیکار کنیم؟ تمومش کنیم. اونا زیاده. حتما پوست گوجه رو چی؟ بخوریم. این همه گوجه مگه هیئته؟ راست میگه بس. نه داره نمیکنه دیگه. بچا یه نمک بیارین گوجه رو با نمک بیارین. خب ببین ما اینجا ما اینجا هیچی نداریم. وای کارو بگیر. ساعت 1 شبه. چرا دروغ میگی؟ ساعت 12:07 است تازه. کارو بگیر. لذت میبری از این ویدیو؟ نه. بچه اگه دوست دارید بابامو بازم بیارم توی ویدیوها حتما حمایت کنید، لایک کنید، ساب کنید، کامنت بذارید بگید که باباتو بازم بیار. من بازم بابامو میارم. اگر میخواید این ویدیو ادامه پیدا نکنه یه دونه ویدیو بخوره. خب آقا رسیدیم به بخش زیبای نون. بابا نون من رفتم نونوایی، رفت گوش کن. رفتم نونوایی به یارو در اومدم گفتم که آقا بزرگترین نوناتون نون فرانسویه دیگه. گفت آره. گفتم چقدره؟ قیمتشو گفتم نه اندازش چقدره؟ گفت بذار بیارم بهت نشون بدم. اون بالا یه نون در آورد گفت اینقدره. یه نون نه. بعد گفتم مثلا طولش چقدر و اینا همینجور نگاه می‌کرد. گفتم میشه مترش کنم؟ بازم نگاه می‌کرد. گفتم نه واقعا میخوام مترش کنم. متر رو از جیبم در آوردم، یه متر گرفتم نه 60 سانته. یه نون 60 سانته. یه نون 60 سانته. گفتم من 2.20 نون میخوام. 2.20 نون. 2.20 من نون میخوام. خلاصه 2 تا بالا 2 تا پایین. نون میخوام. خود دقیقاً. خلاصه 2 تا بالا 2 تا پایین. این بره برو اون بره برو. حاجی نصرت رضا 500 علینا خیلی بود. خیلی بوده. خلاصه آقا من 4 تا نون براتون گرفتم به این طور که بده بره بالا و اینم از این. من میگم اینو استفادهش نکنیم چون سوسیسمون آردی کوچیک شد. سوسیسه کوچیک‌تر شدش از اون عبادی که بود. برای همین دیگه من دارم حرف میزنم من بگم. این چی؟ مامان ما رو نگاه کن فیلم برداری رو نگاه. آقا به نظر من این یک نونه. خب که شبیه دونه. خونه. ساندویچ نون. ساندویچ اون دوستی دیدی؟ اینو بزنم تو صورت کارو بگیر عمو روحی بیا جلو عمو روحی کارو بگیر ببین این حجم کاره ببین کارو بگیر ببین آقا من یه سوال حجمو دارم. بگیر کارو بگیر من یه سوال دارم. حجمو من یه سوال دارم. ها چیه سوال سوال جدی. چیه سوال شما به طور مثال با تمام این زحمتایی که کشیدی و همه اینا الان مثلا این ساندویچ رو چند میفروشی؟ با همه چیش دیگه. وای سوسیس آماده کردنه تو نبودی تو نه سوسیس رو از قبل آماده است. سوسیس فکر کنم می‌خری مثلا. آره بخری از گوشتی اینو را مثلا چند میفروشی؟ کلشو آره مثلا با چیزایی که خریدی گوجه و خیاری که خریدی و سود تو پول آب و برق و گاز 300 این همه دیگه یه ساندویچ انقدیش 150 اینقدر 300 نباشه. کجا رفتی به 150 دادن؟ 99,000 تومان. جدی می‌فرمایید؟ ما چرا ما اینا رو رایدی؟ یه بعد نشون. صندلی و دوستی آقا بریم بچینیم من میگم اینو اینجوری میچینی من وای، نمیبینم. وای. خب آقا اینا کاوبای پاشو وایسا کجاست؟ داداش پاشو وایسا اینا اوه بس بابا کاهو کی زیاد میذاره تو ساندویچ؟ خنک میکنم گوجه بازی کن اینجا رو. من خیارشور بازی. آقا گوجه بازی کن خیارشور بازی تا کن ته بذار هر چی می‌خوای. خیارشور بازی. خیارشور بازم خیلی حال میده. گوجه بازیش کنم نه بابا بس بابا یه ردیف گوجه بس. بابا بیا اینور نمیذاری کار یا بیا باید عزیز دل بیا من برو خانم بیا برو اون بر الان تو وای داره کوک میشی. این صندلیه کو صندلی تو دزدی ببین حالا اینو به نسبت‌های کاملا غیر مساوی. من اونجایی که تو راستی ساندویچ یاجی غیر مساوی هستن چیزاشون نه بابا بس بابا نه مگه آقا مزهش نباید یه شکل باشه تو هر چیزی که میخوری رو تو با صدر مگه اصل کار. اصل کار سوسول بازی. چین دیگه بابا آقا این الان یه چی کم داره قارچو رو بریم قارچو پنیر آقا ددی نگفته کارو در آورد اصلا بردار درو بردار کارو بگیر وای پنیر بازی ددی پنیر بازی وای پنیر بازی رو وای بوم مهران. دوستان به همین مناسبت میخوام که
یه کولی بدم. برو بالا بابا چیکار گوجه رو میخوای چیکار کنی؟ همین بگیرش بگیر کول به کول کول به کول کول به کول کول به کول کول به کول. وای شما به شرشر کنید. وای به چه خب آقا چیه عدل علی چیه؟ ببین الان ما رفتیم قسمت شمشیر زیر راخونا داری؟ ما اینجا کاهو بازیشو کردیم، گوجه بازیشو کردیم، خیار شور بازیشو وای. کردیم، سوسیس بازی هم وای. کردیم، قارچ هم. حالا چی کم داره به چی نظر کم داره؟ شما؟ صندلی داد. چی هم داره؟ چی کم داره؟ سس. باریکلا. آقا بیا. انواع و اقسام سس. من اینو میخورم. تو باربیکیو بازی؟ من بار بیکیو. بدون کیو بازی. آره. یه تا بزنیم. این مراد بزنیم. یه تا بزن. یه تا بزن یه تا بزن. اینجا یه پرس. آره یه پرس یه بده. پرس. یه پرس بده. یه خرچ باد صدا بده. ببین. این چرا برعکسمونه؟ خب آقا اینا رو باید ببریم. اینقدر بسه؟ آره یه چیز که مزه کنیم فقط دیگه در همین هم. یک دو سه هم که نه. دیدی چجوری عین کرکودیل دهنشو وا کرد؟ آقا بیا من سس رو آوردم. کارو بگیر. برو مزه رو بگو. واقعا خوب بود. آقا مزه چطور بود؟ واقعا خوبه. واقعا خوب. جدی خوبه. بمبه. واقعا خوب. خوب بود؟ عالی. بقیه‌اش برای منه دیگه. جدی. عجب ساندویچی. انگار خوشمزه است با حرف بزنم. عجب سوسیسیه. همش گوشته. اوه به جوفای من بخندید تو خود. در همینه این که بچه‌ها دارن میخورن. مرسی که این ویدیو رو دیدید. دمتون گرم. پختن و ساختن این ویدیو واقعا زمانبر بودش. ما 2 روز کامل نشستیم پای این ویدیو. ساعت 12:59 است. ساعت 1 شب. تو فوتیج قبلی هم که دیدید ساعت 3 و خورده یه شب بودش. ما تا نصف شب بیدار موندیم که فقط اینو درست بکنیم. پس حتما و 100% به حمایت‌های شما نیاز داریم. نه؟ بله. 100%. چیکار باید بکنم؟ لایک کنن. آفرین. اون چی باید بنویسم؟ آفرین. حتما توی آفرین بنویسید که آفرین. آفرین توی آفرین توی بنویسید. بگو تو کامنت ها بنویسید آفرین. آفرین. چنل رو باید چی کار کنم؟ چنل رو باید بسوزونی. بلاک کنید چنلو. دیگه این ویدیو نبینید توی این چنل. بذار وایسا. چنل رو باید چی کار کنیم؟ چنل باید مردم اذیت نکنین. خب اینا اذیت شدن بچه‌ها. خب واقعا اذیت شدیم. چنل رو اذیت نکنیم. چنل رو اذیت نکنید. تمام. بچه واقعا هم دیدید دیگه تو ویدیو دیگه ما واقعا 2 متر و 20 سوسیسه رو درست کردیم ولی گذاشتیمش توی یخچال که سفت بشه این خودش کوچیک‌تر شد. بعد که سرخش هم کردیم بازم خودش کوچیک‌تر شد. وگرنه هدف 1.70 شد. آره حدوداً 1.70 تو هم رفتش. 1.80 حدود 2 متر شدش. ما تمام تلاشمون رو کردیم که یه دست بشه. یعنی تلاشمون رو حتی کردیم که بتونیم یک دست بپزیمش که یه سوسیس دراز باشه. ولی دیدید دیگه نشد. وسطش شکست و اون اتفاقی که می‌خواستیم نیفتادش. ولی من ندیده بودم که همچین سوسیس درازی رو حالا حداقل تا مرحله درست کردنش رو واقعا دیگه حالا پختنش رو در نظر نگیرید. دمتون گرم که این ویدیو رو دیدید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو ساب کنید، مشتری شید، کانال رو مشتری شید و تو آفرین هم بنویسید آفرین. مرسی که ویدیو رو دیدید. تا ویدیو بعدی روز و روزگار خوش.